وقتی که هموم بودم برادرم به زور وارد هموم شد و چیز سفتش رو گذاشت لای پام و بعدش سلام به چنل گوینده حقیقت خوش آمدید. اگر علاقه‌مند به شنیدن داستان‌های واقعی و تجربه‌های عجیب هستید چنل ما رو سابسکرایب کنید و همراه ما باشید. سلام، اسم من سمیراز، 17 سالمه. از شهر قزوین هستم و توی خانواده 4 نفره بزرگ شدم. یه برادر دارم به اسم حامد که 4 سال از خودم بزرگتره. خانواده من از نظر مالی متوسط بود. خونه‌ای که ما توش زندگی می‌کردیم کلاً 70 متر بود و یه اتاق خواب داشت که تو اون اتاق من و برادرم شبا می‌خوابیدیم. ما تو اتاقمون تخت جداگونه نداشتیم و با برادرم رو زمین می‌خوابیدیم. پدر و مادرم هر دو به سر کار می‌رفتن تا بتونن از پس مخارج زندگی بر بیان. من و برادرم حامد خیلی با هم صمیمی بودیم و حتی نصف شبی میشستیم فیلم نگاه می‌کردیم و کلی با هم می‌خندیدیم. بعضی وقتا هم با هم دیگه شوخی می‌کردیم. حامد خیلی با هم مهربون بود و همیشه در مورد همه چی با هم صحبت می‌کردیم و محرم رازهای هم بودیم و هیچی رو از همدیگه پنهون نمی‌کردیم. حامد بعضی وقتا عادت داشت شبا موقعی که من میخوابیدم فیلمای خاکبرسری ببینه. اون فکر میکرد چون من میخوابم از این موضوع اطلاعی ندارم و با خیال راحت این کارو میکرد. ولی من چند دفعه یواشکی از زیر پتو حواسم بهش بود که چی کار میکرد. صدای آه و ناله‌ای که از گوشیش پخش میشد حسابی اذیتم میکرد، ولی خب بهش چیزی نمیگفتم و بی خیال این قضیه میشدم. چشام محکم رو هم فشار میدادم تا خوابم ببره. حامد صبح همیشه از من زودتر بیدار میشد و بعد از بیدار شدنش عادت داشت بیاد به شوخی به پشتم ضربه بزنه، ولی این دفعه دستش هرز رفت و خورد به باسنم. ولی چون بار اولش بود من شک نکردم و خودش هم خندید و گفت چقدر بزرگ شده سمیرا. اینو که گفت سرش داد زدم و گفتم گم شو میخوام بخوابم مردم آزار. بعدش اونم از اتاق رفت بیرون تا صبحونه بخوره. اون روز تصمیم گرفتم برای تلافی کارش شب خودم رو به خواب بزنم و موقع فیلم دیدن موسیشو بگیرم که کاش هیچ وقت این کارو نکرده بودم. شب که شد خودم رو زدم به خواب. اولش خبری نبود و حامد دراز کشیده بود و چشمشو بسته بود. بعد از نیم ساعتی صدای آه و ناله به گوشم خورد. با خودم گفتم باز کارشو شروع کرد. وقتشه این سری درس ادبی بهش بدم تا شاید این کارشو بس کنه. زیر چشمی داشتم دید میزدم که تو موقعیت مناسب برم سراغش و فیلم دیدنشو کوفتش کنم. یهو حامدو دیدم که به اوج شهوت رسیده بود و آلتش از شلوارش بیرون آورده بود تا شروع به خودارضایی کنه. با خودم گفتم وقتشه. پتو رو کنار زدم، قل خوردم سمت جای حامد. حامد وقتی متوجه بیدار شدن من شد سریع آلتش رو تو شلوارش کرد و گوشی رو خاموش کرد. بهش گفتم چیکار میکردی؟ حامد با پته پته گفت هیچی، داشتم پیامای گوشیمو چک میکردم، ترسوندی منو دیوونه. منم نیشخندی زدم و گفتم من که میدونم داشتی از اون فیلمو میدیدی. حامد دستشو گذاشت رو دهنم و گفت آرومتر، میخوای همه رو بیدار کنی؟ اون شب من با حامد صحبت کردم و بهش فهموندم که دیدن اینجور فیلم‌ها کار درستی نیست و صدای اون فیلم‌ها منو اذیت میکنه و احساس خوبی نسبت به این موضوع ندارم. حامدم گفت باشه دیگه تکرار نمیکنم، حالا میتونی بری بخوابی. حامد یه مدتی شبا از من زودتر میخوابید و گوشی دستش نمیگرفت. یه روز که حامد هم بیرون رفته بود خونه کاملا خالی بود. منم مشغول تمیز کردن خونه شدم و بعدش به حموم رفتم. بعد حموم یه حوله دور خودم پیچیدم و سریع به اتاق رفتم تا خودم خوش کنم. تو اتاق مشغول خوش کردن خودم بودم که حس کردم یکی داره منو دید میزنه. به سمت در برگشتم و دیدم یکی از گوشه در مشغول تماشا کردن منه. همینجور که فقط یه حوله دور خودم بود به سمت در رفتم و دیدم که حامده. اصلا اومدنشو تو خونه متوجه نشده بودم چون قرار نبود به این زودیا بیاد. روبروش وایسادم و گفتم داری چه غلطی میکنی؟ داری منو دید میزنی؟ من خواهرتم بی حیا. اونم فقط سکوت کرده بود و داشت سینه هامو نگاه میکرد. برگشت بهم گفت چه سینه هایی داری؟ من که حسابی شوکه شدم از این حرفش، سری خواستم در ببندم و قفل کنم که به زور وارد اتاق شد. منم سری به سمت حموم دویدم و اونم پشت سرم وارد حموم شد و نذاشت در رو ببندم. یهو حوله رو از بدنم کشید و من لخت تو همون پیش حامد بودم. حسابی ترسیده بودم و جیغ میزدم. نمیدونستم چرا حامد داره این کارا رو میکنه. فکر کنم اون فیلم‌های مستجنی که میدید روش حسابی تاثیر گذاشته بود. سینه هامو در عین ناباوری لمس میکرد. حالم داشت از این کاراش به هم میخورد. باورم نمیشد برادرم با من همچین کاری بکنه. گفتم بی شور، من خواهرتم. اگه همین الان بیرون نری وقتی شب بابا بیاد همه چی رو بهش میگم. اینو که گفتم منو کتک زد و گفت اگه چیزی به پدر بگی هم خودتو میکشم هم خودمو. بعدش شروع کرد به دستمالی بدنم. انقدر این کارشو تکرار کرد که من از خود بیخود شدم. شروع کرد به خوردن لبام و گردنم و
هر کاری که میخواست باهام کرد، حتی میخواست منو مجبور به رابطه با خودش بکنه. با کلی خواهش و التماس جلوشو گرفتم. وقتی پدر و مادرم از سر کار اومدن خونه، از ترس اینکه حامد بلایی سر من خودش بیاره چیزی بهشون نگفتم. پدر و مادرم که صبح تا شب مشغول کار بودن، من با حامد تو خونه تنها بودم بیشتر اوقات. دیگه تو خونه احساس راحتی و امنیت نداشتم. حامد هم هر روز وقیح و وقیح‌تر میشد و همش میخواست که با هم رابطه برقرار کنه. شبها که توی اتاق میخوابیدیم دیگه مثل قبل نبود. رفتارش کلا فرق کرده بود. همش خودشو به هم از پشت میچسبوند و دستمالی میکرد. الان 4 سال از اون اتفاقا میگذره. هم من هم حامد ازدواج کردیم و سر خونه زندگی خودمون هستیم. من هنوز نسبت به تمام اتفاقاتی که بین من و برادرم افتاد حس بد و عذاب وجدان دارم، چون اگه به پدر و مادرم قضیه رو میگفتم شاید میتونستن جلوی کارهای حامد رو بگیرن. از همه کسانی که به داستان زندگی من گوش دادن تقاضا دارم که هیچ وقت دختر خودشون رو با هیچ مردی توی اتاق تنها نذارن، حتی اگه اون مرد برادرتون باشه. ممنونم که تا انتهای این داستان با ما همراه بودید. شما هم میتونید تجربه و داستان خود را از طریق آیدی تلگرامی که در بیو چنل قرار گرفته با ما به اشتراک بگذارید.